سرویسی رو میخوام بهتون معرفی کنم که شاید دغدغه همه کسایی که تو ایران دارن از اینترنت به صورت تخصصی استفاده میکنن یا نه اصلا به صورت عامیانه استفاده میکنن. مشکل بلاک شدن آی پی های ایرانی رو دارن، مشکل عدم دسترسی به خیلی از سرورها و سایت ها رو دارن. توی این ویدیو میخوام یه سرویسی بهتون معرفی بکنم که تمام این دغدغه‌هاتون حل میشه بدون استفاده از VPN و VPS و هزار تا داستان دیگه. خیلی راحت بتونید به هر سروری که میخواید، به هر سایتی که میخواید، به هر سرویسی که میخواید دسترسی داشته باشید. اول یه توضیح تکمیلی راجع به این سرویس میدم، بعد به مرور میگم که برای چه مشاغلی و چه تخصصهایی مناسبه. تا آخر ویدیو رو حتما ببینید، شاید شغل شما هم جزو این دسته ها باشه. کانال ما رو سابسکرایب کنید، این زنگوله پایینم بزنید که از آخرین ویدیوهای ما زودتر از بقیه مطلع بشید. اسم این سرویس نت اکسپرته. سرویس نت اکسپرت توی لایه شبکه و امنیت شبکه تعریف میشه و کار یه تیم متخصص خفن بین المللیه که این سرویس رو پیاده سازی کردن. این سرویس شبیه به ویرچوال پرایوت نتورک ها هستش، یعنی عملکردش به اون صورته یا شبکه های خصوصی مجازی که میگن. اما یه تفاوت، 3 تا تفاوت اساسی با بقیه شبکه های مجازی که ما امروزه داریم میبینیم داره. اولیش اینه که امنیت بالایی داره، چون شما باید با یک IP ثابت به این شبکه وصل بشید و همین باعث میشه که امنیت این شبکه بره بالا. تفاوت دومش توی بحث روتینگ و مسیریابی هوشمندش هست که هیچ سایتی و هیچ سرویسی شما رو ربات تشخیص نمیده و تمام وبسایت های داخلی و خارجی هم براتون از داخل ایران باز میشه. تفاوت سوم بحث افت سرعته. شما از سرویس های دیگه که استفاده میکنید، VPN هایی که استفاده میکنید، به شدت افت سرعت داره. خیلی هاشون هم محدودیت حجمی دارن، محدودیت پهنای باند دارن. اما نت اکسپرت نه تنها افت سرعت نداره، یعنی با همون سرعتی که بدون حالا سرویس های دیگه به اینترنت وصل میشید دقیقاً با همون سرعت کار میکنه و هیچ محدودیتی هم توی حجم و پهنای باند نداره. شما بعد از اینکه سرویس نت اکسپرت رو خریداری کردین، که حالا در ادامه ویدیو میگم چجوری میتونید بخرید این سرویس رو، یه IP ثابت در اختیار شما قرار میگیره. این IP میتونه واسه هر کشوری باشه. نت اکسپرت توی کشورهای مختلف سرورهای متفاوتی داره. ممکنه شما بخواید از طریق سوئد، از طریق آلمان، فرانسه یا هر جای دیگه وصل بشید به این سرویس. یه IP ثابت مربوط به همون کشور رو در اختیار شما قرار میده که اینجوری دیگه مشکل IP بلاک رو ندارید. یعنی از طریق یک IP کاملا ارگانیک، درست، سالم میتونید به سرویس های مختلف متصل بشید. حالا رسیدیم به اصل موضوع. اصلا این سرویس برای چه مشاغلی مناسبه؟ برای چه کسانی اصلا این سرویس مناسبه؟ دسته اول که من توی دسته‌بندی اول این ویدیو گذاشتم، گیمرها هستم. خود من گیمرم. همیشه چالش وصل شدن به یه سری سرورهای بازی‌ها رو داریم، مثل راکستار که عملاً GTA آنلاین رو نمیتونیم بازی کنیم. با داشتن این سرویس بدون اینکه چیزی رو قطع و وصل کنید، کاری انجام بدید، فقط صرفاً با اتصال به شبکه وای فای خونه یا محل کار یا هر جایی که این وای فای رو داره، میتونید به راحتی تمام سرورهای بازی‌ها رو باز کنید. کنسولتون یا پیسیتون عملاً به طور کامل انگار از خارج از ایران داره وصل میشه. مخصوصاً 2025 که دیگه GTA 6 میاد، احتمالاً خیلی درگیر اون قسمت آنلاینش بشن. این مشکل برای ما پابرجا بود تا امروز و این نت اکسپرت میتونه که این اتفاق رو به راحتی برای شما حل کنه. تریدرها هم میتونن از این سرویس خیلی بهره ببرن. چرا که خب خیلی از صرافی‌های ارز دیجیتال مثل بایننس یا صرافی‌های آمریکایی کلاً بحث تغییر آی پی رو دارن که شما اگر چند بار آی پیتون تغییر بکنه احتمال اینکه اکانتتون بند بشه زیاده. اما سرویس نت اکسپرت به شما یک آی پی ثابت میده هر لوکیشنی که بخواید و دیگه مشکلات اولا تغییر آی پی رو ندارید، دوما بحث VPS رو ندارید. این VPS هم خیلی دردسر داره، یه موقع بزنی وصل بشه، وصلش سرعتش پایین باشه، اینا نه. توی نت اکسپرت این مشکل رو هم ندارید. و یه مزیت دیگه که برای تریدرها داره اینه که شما اپلیکیشن اون صرافی رو خب هیچ وقت نمیتونید حتی با VPN هم استفاده بکنید به خاطر تغییر آی پی. اما دقیقاً شما رو گوشیتون وقتی با وای فای خونه وصل میشید، همون آی پی که با لپتاپتون بهش وصل شدید، خیلی راحت میتونید از اپلیکیشنش هم روی موبایلتون استفاده کنید. یکی دیگه از مشاغلی که میتونن از این سرویس استفاده بکنن
گرافیست‌ها و تولید کننده‌های محتوا هستن. دیگه الان هوش مصنوعی دیگه داره بیداد میکنه، یعنی همه دارن ازش استفاده میکنن تو هر شغلی، اما تولید کننده‌های محتوا و گرافیست‌ها بحث این که با آی پی درستی بتونن، یعنی با آی پی خارجی بتونن وصل بشن به این سرویس‌ها، چون عملاً تو ایران تمام این سرویس‌ها تحریمه و همینطور سرویسی باشه که اونا رو ربات تشخیص نده، یعنی خیلی ارگانیک وصل بشن. نت اکسپرت کاملا این کار رو انجام میده. شما چت جی پی تی و میدجرنی و حالا سایت‌های دیگه‌ای که برای هوش مصنوعی استفاده میشه رو خیلی راحت میتونید با سرویس نت اکسپرت، بازم تاکید میکنم بدون قطع و وصل کردن چیزی یا نمیدونم از این کارا، خیلی راحت میتونید فقط به وای فای وصل بشید و از سرویستون استفاده کنید. پزشکان و مراکز پزشکی هم میتونن از این سرویس بهره مند بشن، به خاطر اینکه مخصوصا مراکز تصویربرداری پزشکی، دستگاه‌های مدرنی که حالا توی مراکز تصویربرداری پزشکی هست عموماً ساخت کشورهایی هستن که ما رو تحریم کردن و بحث دسترسی سرورها، دسترسی اون دستگاه‌ها به سرورها یه مقدار با مشکل روبروه، مخصوصا برای بروز رسانی. خیلی از شرکت‌های واسطه هستن، یه هزینه‌ای میگیرن، هر چند ماه یه بار یه فلشی میارن میزنن و دستگاه رو آپدیت میکنن که خب عملا خیلی روش جالبی نیست، هم هزینه داره و هم مطمئن نیست و شاید شما چند تا آپدیت رو از دست داده باشید و بعد از مدت‌ها بتونید بهش برسید. با این سرویس که روی حالا وای فای کلی اون مرکز میتونه پیاده سازی بشه، شما به راحتی میتونید دستگاهاتون رو آپدیت کنید. حتی برای خود پزشکان هم برای دسترسی به یه سری از حالا سورس های پزشکی که تو اینترنت هست، احتمالاً بحث تحریم خیلی تاثیرگذاره. با این سرویس خیلی راحت میتونید به این سرورها دسترسی داشته باشید. اینا بخشی از مزایای نت اکسپرت بود و خیلی استفاده های دیگه میشه ازش کرد تو مشاغل مختلف. حتی آدم‌های عادی که با مسنجرها و یا شبکه‌های اجتماعی سر و کار دارن هم خیلی راحت میتونن از این سرویس استفاده کنن. یه مورد دیگه هم الان به ذهنم رسید که بگم، در مورد اینه که همیشه درگیری استفاده از این سرویس ها همراه با سرویس های داخلی رو ما داریم. یعنی تداخلی که ایجاد میشه، یه موقعی سرویسی وصل باشه روی گوشیتون، موبایل بانکتون باز نمیشه، نمیدونم پورتال بیمه باز نمیشه، یه سری از سایت های داخلی باز نمیشه. نت اکسپرت این چالش رو با توجه به همون بحث روتینگ هوشمندی که گفتم برطرف کرده. یعنی دیگه نیازی به قطع و وصل کردن چیزی ندارید. با همون وای فای که وصل شدید میتونید موبایل بانکتون رو باز کنید، همزمان سرویس های دیگه تون رو باز کنید که تحریم هستن و این محدودیت رو اصلا ندارید توی این سرویس. حالا بریم سراغ اصل موضوع. بریم. اصل موضوع چیه؟ چجوری این سرویس رو بخریم؟ مثلا چجوری از این سرویس استفاده بکنیم؟ چند تا راه داره. یکی این که شما خب توی شرکت یا خونه‌تون اینترنتتون رو دارید، مودمتون رو دارید، راضی هستید از همه چی، شرایط خیلی ایدئاله و میخواید این سرویس رو روی همون اینترنت پیاده کنید. اولا که سرویس نت اکسپرت روی بعضی از روترها و مودم‌ها پیاده سازی میشه که عمدتاً میکروتیک هستن. یعنی سرویس مودم‌های میکروتیک مودم‌هایی هستن که ما سرویس نت اکسپرت رو روش پیاده سازی میکنیم، خودمون همین کار رو براتون انجام میدیم. همین مودم‌ها و روترهایی که میبینید اینجا، اینا مودم روترهای میکروتیک هستن. حالا برمیگردیم به حالت اول. شما اینترنتتون رو دارید، شما نیاز به یه روتر دارید برای اینکه بتونید از این سرویس استفاده کنید. یعنی کلا اینترنتتون وصل میشه به این روتر، این روتر کانفیگ میشه، سرویس نت اکسپرت روش پیاده میشه، دیوایس هاتون به این روتر وصل میشن. تو اون حالت شما هم اینترنت خودتون رو دارید و هم سرویس نت اکسپرت رو دارید. حالت بعدی اینه که شما اصلا هیچ اینترنتی ندارید، از صفر میخواید یه سرویسی رو راه اندازی کنید. ما این پکیج رو به صورت کامل داریم، یعنی بحث اینترنت، آی پی، ارزم موضوع سرویس نت اکسپرت، حجم، مودم، روتر، همه اینا رو توی پکیج ما ارائه میدیم که پیشنهاد خود من شخصا این مودم خیلی خفن میکروتیکه که سیم کارت خوره، TDLT ساپورت میکنه و روی خود این هم سرویس نت اکسپرت کانفیگ میشه و پیاده سازی میشه. یعنی شما دیگه نیاز به این روتر جدا ندارید، هم مودم هم روتر. این هم برای کسایی که میخوان از صفر حالا اینترنتشون رو و شبکهشون رو راه بندازن. اما خیلی هم هستن فیبر نوری دارن یا از شاتل، نمیدونم حالا شرکت‌های دیگه اینترنت دارن میگیرن، راضی ان، ADSL دارن هستن و میخوان روی اون سرویس نت اکسپرت رو پیاده سازی کنن که نیاز به این روتر دارن. یه نکته خیلی 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 مهمی که
باید بگم اینه که شما اگر از ما این سرویس رو به طور کامل، یعنی اینترنت و نت اکسپرت و همه چی رو تهیه کنید، خب ما یه آی پی ثابت بهتون میدیم. این آی پی ثابت خیلی مهمه. یعنی شما اگر خودتون دارید از شرکت دیگه اینترنت میگیرید، مثلا از شاتل میگیرید یا مخابرات میگیرید یا هر جای دیگه، باید به اون آی اس پی تون، به اون ارائه دهنده اینترنتتون بگید که یه آی پی ثابت برای شما بدن برای اینترنت فعلی که دارید، که یه هزینه نمیدونم حدوداً 40-50 تومن اینا هزینه‌شه ماهیانه. شما اون آی پی رو به ما میدید و ما روی اون آی پی براتون سرویس نت اکسپرت رو فعال میکنیم، روی روتر یا مودمتون اکتیوش میکنیم و به شما میدیم که ازش استفاده کنید. پس آی پی ثابت خیلی مهمه. حتما باید آی پی ثابت رو داشته باشید. یه ویژگی دیگه ای هم که داره اینه که ما یه کانکشن اوپن وی پی ان به شما میدیم. یعنی شما این سرویس رو توی خونتون راه اندازی کردید، تموم شد. ما یه کانکشن اوپن وی پی ان به شما میدیم که این رو روی گوشیتون هم بتونید داشته باشید. یعنی شما اگر از خونه دور باشید، جای دیگه‌ای باشید، با اتصال به اون اوپن وی پی ان عملاً وصل میشید به اینترنت خونتون. یعنی آی پی اینترنت خونتون رو میگیره، نه اینکه اتفاق دیگه‌ای بیفته. آی پی اینترنت خونتون رو میگیره. یعنی شما با همون عدم محدودیت هایی که توی خونه دارید، روی موبایلتون هر جای کشور، هر جای جهان هم باشید، میتونید از این سرویس استفاده بکنید. وصلتون میکنه به اون آی پی. همزمان 10 نفر هم میتونن به اون کانکشن وصل بشن. سرویس نت اکسپرت رو شما میتونید به صورت ماهیانه و سالانه تمدید کنید. بعد از اینکه خرید رو انجام دادید، ما شما رو رجیستر میکنیم توی شبکه. یه پنلی در اختیار شما قرار میدیم که هر موقع خواستید بتونید تمدیدش بکنید و تیم پشتیبانی ما 24 ساعته پاسخگوی شما هست در مورد سوالاتی که راجع به نت اکسپرت دارید یا مشکلاتی که در خصوص استفاده از این سرویس دارید. اینم از سرویس نت اکسپرت. من سعی کردم به طور کامل همه مواردی که حالا بود رو توی این ویدیو بگم. اگر سوالی داشتید حتما توی کامنت های این ویدیو بنویسید و یا میتونید با تیم پشتیبانی ما تماس بگیرید. مشخصاتشون روی صفحه مینویسیم، هم بحث سایتمون و شماره تماسایی که میتونید باش تماس بگیرید. مرسی که این ویدیو رو دیدید. حتما سابسکرایب بکنید کانال ما رو تا از سرویس ها و حالا محصولات جدیدمون و ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید.